ببینید به طور کلی برای تبلیغات جای مختلف از این روش استفاده میکنن. یه سری افراد میترسن که پشت سرشون جای بخیه بمونه یا حس ترس اون برداشت بخیه پشت سر بهشون میده که دوست دارن از روش‌های جایگزینی که جراحی نداره استفاده بکنن. روش خوبی نیست به طور کلی، به خاطر اینکه توی روشی که جراحی نداره مو باید از ته تراشیده بشه و نهایتا قد بسیار کوتاهی داره. وقتی قد مو خیلی کوتاه باشه ما نمیتونیم درست تاب و خواب مو رو ببینیم و نمیتونیم با زاویه مناسب و درست ابرو بکاریم. باعث میشه که رو پوست صورتشون نخوابه، یه خورده حالت مسواکی وایسه، در نهایت نتیجه خیلی خوبی نداره. کسایی که استرس این مسئله رو دارن باید بدونن که جراحی خیلی راحت تره، چون حدود 10 دقیقه یه رو بیشتر برداشتش طول نمیکشه از جهت موندن جای اون بخیه که اصلا جاش نمیمونه. و مورد بعدی میزان دردی که تحمل میکنن تو دو تا روش یکسانه، چون میزان بی‌حسی که تزریق میشه یکسانه. پس روش کوتاه‌تر به نظر من با کیفیت خواب ابروی بهتر گزینه مناسب تری برای کاشت ابروه.